شخص خودم خونه دارم، ماشین دارم، وضع مالیم اوکیه، ولی حال دلم خوب نیست. دلیلش اینه که نه خانواده با محبتی داشتم، نه اطرافیانم با انقدر به محبت کردن که بتونم اون چیزی که معیار یه انسانه تو زندگی تجربه کنم یا زندگی کنم. وقتی آدم نتونه کودکی و نوجوانی و جوانی کنه، تو اوج جوانی پیر میشه. وقتی دلت پیر شد دیگه نه چیزی برات مهمه، نه چیزی حالت خوب میکنه، نه چیزی میخندونتت، نه به راحتی چیزی میشکنتت. چون سنگ نه گرما رو حس میکنه نه سرما رو. ما هم الان حال دلمون یه جوری شده که نه سرما برامون مهمه نه گرما.